dedim. Dünya Zaferlerinde ne soruştunuz, benim tanıyırlar, beni hiç kez tanımır. İnsafalı beni tanıyırlar, o kadar ki Günas TV'de. Çün zafer hemen mast. Hadi İnsafalı be, buyurun. Sağ olun. Tabii, kaçırlar, yokuşlar 21 hazır. دوستانی که در فارس دانشم، اونایی که میخوان فارسی صحبت بکنن، بازم مثل سری قبل مجبورم یه بحث جدید باز بکنم. Yoktur, asla. تازه بحث من سال قبل در اینجا با پان ایرانیسم صحبت کردم اگر یادتون باشه و من تازگی ها دیدم که بعضی از دوستان دقیقاً دارن همین مسیر رو میرن. ولی داشتم فکر میکردم در 2-3 هفته گذشته چه موضوعی برای برنامه امروز خوبه که هم تازگی داشته باشه و هم بتونه چالش ایجاد بکنه در افکارمون. و متوجه شدم که ما میتونیم روی بحث وابستگی پیشه‌وری صحبت بکنیم. این مسئله بسیار مهمیه، به خصوص در ذهن ایرانی این قضیه وابستگی به توطئه هست و عدم مشروعیت میده و این خیلی برای ما باید جالب باشه که بتونیم این مسئله رو یه جوری حلش بکنیم. یک مثال از همین امروزها بزنم و وارد اصل قضیه بشم. ببینید چند ماه قبل در کردستان عراق کردها اومدن یه رفراندوم برگزار کردن که مستقل بشه. دولتی هم داشتن، سالها بود که از حکومت صدام حسین به بعد اونها دولت داشتن، به هر حال محلی بود ولی دولت بود، فدرال بود ولی دولت بود. امکانات نظامی هم داشتن، از سالها قبل هم امکانات نظامی داشتن. آمریکا داده بود، اروپا داده بود، سلاح داشتن، مسلح بودن، امکانات بسیار گسترده مطبوعاتی دارن. ولی یک مقطعی اومد که دولت‌های بین‌المللی تصمیم گرفتن نباشه، این دولت نباشه. همسایه و غیر همسایه گفتن نباشه و اراده یک ملت، حالا من مخالفم یا موافقم با اون مهم نیست، مهم اینه که اونجا یه دولتی رو می‌خواست، یه ملتی می‌خواست اراده بکنه یه دولت بذاره. من موافقم یا مخالفم مسئله نیست، مسئله اینه که بین‌الملل با این مسئله چه کار کرد. بین‌الملل گفت به رسمیت نمی‌شناسم، زد و داد از بین بود. آیا حالا سوال من اینه، میخوام به این سوال جواب بدم، آیا هیچ دولتی یا آیا یک دولتی میتونه در خلأ بدون حمایت کشورهای بین‌المللی اطراف بتونه خودشو استقرار بده و بتونه رو پایش وایسته؟ هیچ دولتی، هیچ امپراتوری چنین شانسی رو نداشته، در تاریخ نداشته. شما اگر بخواید دوستانی که با مبارزات فلسطینی ها آشنا هستن میدونن که نزدیک 80 سال درسته جنگ مسلحانه کردن، 1 متر سرزمینی که بتونن پرچمشون رو به اینجا بزنن و زیرش وایسن بگن سرود ملیشون رو بخونن نداشتن. نه اینکه نداشتن ولی از نظر سیاسی مال اونها کشور خوانده نمیشد، اشغال بود تماما. پس باید برای برپایی یک دولت شرایط بین‌المللی رو مهیا کرد. یعنی ما اگر بخوایم بگیم نه من نمیخوام با آمریکا، با کانادا، با این تئوریه که ایران ساخته، ذهنیت فارس ایران بعد از قاجار این رو تو ذهن ما کرده که شما برای خودش نه، پهلوی خودش میتونه با انگلستان، با آمریکا، با فرانسه هر جا خواست، خامنه‌ای همه میتونن با هر جایی خواستن بشینن، قرارداد ببندن، به رسمیت بشناسن، به رسمیت شناخته بشن، اون مشکلی ندارن. ولی ما ترک‌ها، ما عرب‌ها، ما بلوچ‌ها، ما ترکمن‌ها این حق رو نداریم که برای ساختن دولتی با بقیه دولت‌ها قرارداد دو جانبه یا چند جانبه امضا بکنیم. بگیم که آقا من میخوام دولت آذربایجان جنوبی تشکیل بدم، آمریکا یا فرانسه یا انگلستان یا هر جایی، یا هر دولتی تو باید من به رسمیت بشناسی. برای اینکه اگر یک کشور در دنیا شما رو به رسمیت بشناسه، یک کشور شما یک حامی دارید، یک حامی بین‌المللی دارید، میتونه از شما حمایت بکنه. ولی این فقط مختص فارس میتونه. من سری قبل هم گفتم فارس‌ها 10 روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون دارن که از دولت‌های خارجی تغذیه میشه. 10 سازمان‌های حقوق بشری دارن که از
اینجا تامین میشه. تمامی سازمان‌های حقوق بشری سیاسی، حتی اونایی که اصلاح طلبن در داخلن، همشون بدون استثنا از غرب پول میگیرن. ولی اون مهم نیست. اونها میتونن بگیرن ولی از نظر فارس اون وابسته نیست، برای اینکه اون برای ایران میگیره. اون فقط میخواد مدیرش عوض بشه. امروز خامنه‌ای، فردا میخواد اون یکی باشه، پس فردا ولی ایران باشه. ولی شما وقتی که میخواید تصمیم بگیرید برای آذربایجان، برای عربستان، برای ترکمنستان، برای جای دیگه برید همکاری بکنید، یه وابستگی مطرح میشه. آیا پیشه‌وری وابسته بود؟ این یه مسئله است. میخواد حکومت درست بکنه. دوستمونم صحبت کردن گفتن یه جمهوری بود. تقریبا چرا جمهوری بود؟ برای اینکه جمهوری مهاباد هم کنارش بود که در سایه جمهوری آذربایجان بود. این هم یک واقعیته. حالا آیا پیشه‌وری وابسته بود؟ دیروز یک سخنرانی رو شنیدم در تهران انجام گرفته، یک استاد دانشگاه صحبت کرده، گفته که زنش روسه، خودش زبان روسی رو میدونه، در انگلستان و چند کشور دیگه درس خونده، بعد از کلی سال رفته 10-12 سال اونجا تدریس میکنه. ایشون گفت که در آرشیو روسیه 10,000 سند در رابطه با پیش‌وری و